خدایا خود را بشناسم. کتاب خاطرات از ادبیات شناس و نویسنده شهیر تاجیک زنده یاد رسول هادی زاده. تهیه و صدا رامین هادی زاده. به شرافت دوستی با متوکل جان به جهان موسیقی ناب و عالی داخل شدم. نه تنها گوش کردن موسیقی را آموختم، بلکه اسرار نهانی موسیقی برای من صدا می برآورد. درد و الم، شادی و نشاط و فرح موسیقی را احساس می کردم. معنی بزرگ و فلسفه موسیقی را درک می نمودم. به توسط متوکل جان با آهنگسازان دایره وی، با موسیقی شناسان و حافظان مکتب اروپایی آشنا شدم و در محفل و مجلس‌های موسیقی آنها شرکت داشتم. گفته می توانم که برای من جهانی نو گشاده شد. جهانی موسیقی، جهانی که روح و معنویت مرا غنی گرداند و در فعالیت علمی و رشته ایجاد بدیعی من نقش و تأثیری بزرگ گذاشت. من از دوستان و رفیقان جهان موسیقیم می خواهم درباره 3 تن مردی که با من دوست بودند و همزمان به برنامه‌های تاجیکی همکاری و مددگاری می نمودند با عرض منت‌پذیری یادآور شوم. از این 3 تن مرد درباره داوود ملاخندوف مختصر یادآور شده بودم. مرد دیگر سلیمان یوداکوف، آهنگساز خوش‌ذوق و خوش سلیقه و شخصی صمیمی و ساده دلی بود. سال 1946 که بار اول با او آشنا شدم، جوانی 30 ساله بود. در دوره جنگ مدت چند در استالین آباد زندگی کرده، آهنگهای شوخ و دلنشین به شعرهای لاهوتی و میرشکر تألیف نموده است. در استالین آباد سرودی جنگاورانه مشهورش را بر شعری لاهوتی با نام برادران سال 1941 تألیف نمود. برادران، برادران، برادران به مادر وطن وفا کنیم. اگر که سر طلب کنند به وی فدا کنیم. به دشمنان ما امان نمیدهیم، به دیگران خاک امان نمیدهیم. ثابت این گفته بر هیتلری بی حیات کنیم. زهر کنار زهر دیار کشیده صف همه به جنگ وحشیان رویم. لیوای لینینی به کف ترانخان رویم. و تیغ ما اژدها فنا شود، ز فتنه‌اش سرزمین رها شود. بهر خوشبختی مردمی این جهان رویم. وطن 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 وطن، در این جهان یگانه مهربانی من تویی. چی جایی این سخن که خود جهانی من تویی. جوان شده از مهر تو وجود من، بود پر از نامی تو سرودی من. نوری من، زوری من، ذوقی من، جانی من تویی. سال 1946 این موسیقی با شعر نوی لاهوتی گیمن دولتی تاجیکستان تصدیق شد. شعر در انسیکلوپدی سویتی تاجیک جلد 2 آورده شده است. سال 1993 به آهنگ سلیمان یوداکوف گیمن جمهوری تاجیکستان با شعر گلنظر کیلدی قبول گردید. 56 سال است که آهنگ یوداکوف چون سرود ملی تاجیکان هم در داخل سرزمین ما و هم بیرون از مرزهای آن صدا می دهد. یوداکوف از روزهای نخستین به رادیو آمدنم با من آشنا شد و سالیانی دراز با هم دوست و برادر بودیم. در رشته موسیقی برنامه‌های تاجیکی با مشورت‌های پرارج خود یاری می‌داد.
در برنامه‌های ادبی و موسیقی و دراموی بعضی لحظه‌های موسیقی را تألیف می‌نمود. ما برای سرایندگان برنامه تاجیکی و یوداکوف و لیویف سرودها سفارش می‌کردیم. یوداکوف چند سرودهای تاجیکی از جمله رمانسی خوبی و شعری لاهوتی با نام تصویری تو ایجاد کرده بود. تو رفتی و تصویری تو در دیده من ماند، خندیدن و تقریری تو در دیده من ماند. رفتی و نرفت ابرو و مژگانی تو از یاد، شمشیری تو و تیری تو در دیده من ماند. این سرود را سالهای 50 در دوشنبه هم بسیار می سراییدند. افسوس که امروز فراموش شده است. یوداکوف بعد از این هم با تاجیکستان رابطه‌های ایجادی داشت. در ثبت کردن گیمن نوی تاجیکی سال 1946 یوداکوف به استرین‌آباد آمده بود. سال 1961 به فیلم بریس کیمیاگروف کاوه آهنگر موسیقی نوشت. یوداکوف به زبان ازبکی سرود نمی نوشت. در هر حال سرودی در یاد ماندن ازبکی او را نشنیدم. وی خار به سویته های سیمفونی و واکلی می نوشت که خیلی خوش آهنگ و دلنشین بود. در این موسیقی و خارها روحی عمومی شرقی، مخصوصاً عنصرهای تاجیکی و ایرانی حس کرده می شد. سویته میرزا چول یوداکوف به شعر تورابتوله از همین قبیل موسیقی است. موسیقی اپره مسکوی کارهای میسره نیز به آهنگ و روحی عمومی شرقی و تاجیکی تألیف شده است. از اینجاست که این اپره چند مدت در صحنه تاجیک نیز با موفقیت صدا می‌داد. گذشته از این اپره نامبرده در صحنه‌های اروپا و روسیه نیز به نمایش گذاشته شده بود. شاید چنین تأثیری موسیقی شرق و ایرانی از آن بوده است که پدر و مادر یوداکوف اصلا از ایران بوده، بعداً در مرو و در آخر در خوقند اقامت داشتند. یوداکوف در خوقند سال 1916 متولد شده است.
سالهای جنگ و بعد جنگ در مضافات بیشیغاج تاشکند در محله ازبکان با مادرش زندگی می کرد. چند بار در خانه وی بودم. مادری پیری چست و چالاکی داشت که به لهجه ایرانی گپ می زد و از گویش یهودیانی بخاری تفاوت داشت. و یودکاف مثل کودک خردسال نگاه و بینی مادرانه می کرد. خود یودکاف هم به پرستاری های جانسپارانه مادر عادت کرده و به کارهای روزگار تجربه مشغول شدن نداشت. بعد از درگذشت مادرش مدت زیاد به اداره روزگار عادت کرده نمی توانست. به ازدواج هم جرأت نمی کرد. یاری موافق برایش پیدا نبود. بیم داشت که زنها و چنین کس مثل وی تنها برای پول و مال به همسری راضی می شوند. سالهای 60 برای آهنگسازان عمارت خوبی با نظرداشت کسب خاصی آنها بنا کردند. یودکاف در این خانه‌های مجهز و موافق در تنهایی می ترسید. در این کوارتیر را به چندین قفل‌ها و زنجیرها مستحکم و محکم بسته بود. بعدی از تاشکند رفتنم شنیدم که ازدواج هم کرده است، ولی 1 سال نگذشته از زن جدا شده باز در تنهایی به سر می برده است. یودکاف شخص قوی جثه و چست و چالاک بود. در کودکی همانا در اثر بیماری پوستی سر مویهایش ریخته بود که سرش تازه و مصفا بود. به خودش می زیبید. شوخ بود، ظرافت می گفت، از هزلهای دوستانش نمی رنجید. در محفلهای دوستان سرودهای خود را خوب می سرایید. به آهنگهای شوخ می رقصید. خلاصه کلام شخصی صحبت آرا بود. شخصی دیگر از نزدیکان متوکل جان آهنگساز دانشمند منس لویف بود. در سن و سال از یودکاف و متوکل جان کلانتر بود. این 3 تن شخصان گوناگون سال و گوناگون استعداد را سبک عمومی موسیقیشان، اخلاق حمیده و آداب و آدمیت، خاکساری و شایسته خصالی، موسیقی نهایت طبیعی و دلچسبشان با هم نزدیک می کرد. لویف در کنسرواتوری لنینگراد سنت پتربورگ تحصیل کرده، سالهای جنگ خواندنش قطع گردید و به تاشکند بازگشت. بعد از جنگ تحصیل کنسرواتوری را دوام داده با موفقیت ختم کرد. موسیقی های دلنشین و از جهت هنری آهنگسازی متین و تازه می نوشت. بیشتر سرودهای ازبکی، موسیقی های درام و فیلم ها را تألیف می کرد. چند سرودهای او را مردم چون سازهای به دل نزدیک می سرودند، اما او به ژانرهای کلان موسیقی کم روی آورده است. هرچند با من دوستی و به برنامه های تاجیکی توجه داشت، ولی موسیقی های تاجیکی کم تألیف می کرد. باری در عرفه جشن نوایی به او شعر فارسی نوایی را با تخلصی فانی دادم. به او رمانسی خوبی با نام بسندست ایجاد کرد. بروزم تابشی روی بسندست، شبم را تاریکی سوی بسندست. سبک روحم ندارم تاب زنجیر، دلم را حلقی موی بسندست. آن سال که جشن نوایی تجلیل می گردید کسی نمی دانست که این شعر از فانی کشمیری است. بار دیگر شعری چستی را دادم که برای انسمبل ما سرودی رقصی نویسد. لویف در 3-4 روز سرودی دلنشینی نوشت. آهنگ سرود حالا هم در گوشم صدا می دهد، هرچند سخنهایش فراموش شده است. این سرود به هنرپیشه مشهوری آن زمان تمر خانم پسند آمد و او با اجازه لویف آن را به رپرتوار خود داخل نموده چند سالها در کنسرت ها می خواند. آهنگ سرود به شعر سالهای سال از رادیوی ازبکستان صدا می داد. این 3 تن آهنگسازانی با هم دوست را رفیقانشان به مجردانی هم نفس نامزد کرده بودند. 3 تن گاه صحبت و میگساری های رندانه داشتند. روزی فاطمه خان تلفن کرده گفت که متوکل جان 3 روز باز خانه نمی آید و هر کجا که تلفن می کنم از وی سراغی نمی یابم. گفتم که به یودکاف تلفن کردید؟ گفت آن کس به خانه یودکاف نمی رود چون که شرایطی برای اقامت چند روزه نیست. گفتم که بیایید به هر حال از خانه وی خبر گیریم. ساعتهای 4 بیگاه به طرف خانه یودکاف به محله بیشیغاج رهسپار شدیم.
از تراموای پیاده شده به تنگ کوچه های بیشیغاج در آمده بودیم که از دور 3 تن آهنگساز پیدا شدند. آنها بیخبر از ما بین خود چیزهایی گفته به ذوق می خندیدند. در این میان یوداکوف سرودی را سر کرد و به رقص در آمده بود که چشمشان به فاطمه خان و من افتاد و یک بار خاموش شدند. فاطمه خان هر سی را کاهش و ملامت کرد. آنها با همان قهقه و خنده و بازی از وی عذر می پرسیدند. این واقعه در بهار سال 1948 بود که آن وقت این 3 تن به اصطلاح درویش بیش از 32 سال نداشتند. در میان 3 تن لویف در خصلت و معاملات تفاوت داشت. در ظاهر به تمکین‌تر، در ابراز احساسات خوددار بود، زمانه ساز، در موردهای حساس در گفتار با احتیاط بود. ریایی تجرید را نیز او پیشتر ویران کرد. در 50 سالگی با یهودی زنی سمرقندی، خود لویف هم از سمرقند بود، ازدواج کرده به جاده زندگی عائلوی داخل شد. خلاصه سخن این است که من با هر 3 آنها دوستی نزدیک بودم و آنها نیز به این جانب حس صمیمی دوستانه داشتند. پس از استقلال جمهوری های آسیایی میانه، رفت و آمد و رابطه های دوستانه این کشورها تیره گردید. به دیدار یکدیگر کم می رسیدیم. می گفتیم که نخواد به اصطلاح میوه های تلخ و خلاف تاریخی ما همین استقلال باشد. بعد از سالهای 90 تنها از دور از وضع یوداکوف و لویف خبردار می شدم و می شنیدم که آنها نیز از من به نیکی و پزمانی یادآور می شوند. فهمیدم که یوداکوف سال 1992 در سن 76 و لویف سال 1991 در سن 79 فوتیدند. رحمت حق نصیبشان گردد.